پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به ما یادرسی کردند که روزه رمضان را با 6 روز روزه ماه شوال به اتمام رسانیم. سبحان الله، حتی بعد آن که ما در طول این روزها روزه داشتیم، باز بعد آن انگیزه برای دوام دادن روزه موجود است. نباید که به خاطر انجام یافتن ماه نقطه گذاشت. نه، در نزد ما باز 6 روز پر از اجر و پاداش است. چرا؟ چون که در آن فلسفه وجود دارد، مفهوم وجود دارد. عبادت هرگز خاتمه نمی‌یابد. ما عبادت را به انجام نمی‌رسانیم. شما 30 روز تحمل کردید، پس آن فرض بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم استوارانه به ما توصیه می‌دهند که 6 روز دیگر را تحمل کنیم. بسم الله به پیش. این یگانه ماهی است که به ما توصیه داده شده است که در آن 6 روز روزه بداریم، یا اینکه به عباره دیگر میگویند ششک شوال. پیامبر علیه السلام گفتند هر آن که در روزه ماه رمضان خود 6 روز روزه ماه شوال را علاوه بکند، پس ثواب روزه آن به ثواب یک ساله برابر می‌شود. ما می‌دانیم که هر یک عمل صالح 10 برابر ثواب زیاد دارد. از این رو با داشتن روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را به دست می‌آوریم و 6 روز روزه علاوگی ماه شوال ثواب 60 روز را و یا 2 ماه را در بر می‌گیرد. 10 جمع 2 برابر 1 سال می‌شود. هر آن که در روزه ماه رمضانی خود 6 روز روزه ماه شوال را علاوه بکند، پس ثواب آن برابر به ثواب 1 ساله می‌شود. از این لحاظ من به شما توصیه می‌دهم که نه تنها 6 روز ماه شوال، بلکه هر ماه 3 روزه روزه بدارید. پیامبر علیه السلام به ما توصیه دادند که هر ماه 3 روزه روزه بداریم، علل خصوص در روزهای 13، 14 و 15 هر ماه با سالشماری اسلامی. و آنهایی که می‌خواهند زیادتر روزه بدارند می‌توانند که هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرند. همین است ماهیت تکمیل دهی. اگر بخواهید از این هم زیاد روزه داشته می‌توانید. ما 30 روز تحمل کردیم، بیایید باز 2-3 روز دیگر هر ماه تحمل کنیم. از نگاه فقه باشد، اگر نفری مجبور شد که با سبب عذرناک روزه اش را قضا کرد، شاید نفری بیمار بود و یا خواهرانی که ماهانه شده بودند و البته که آنها مجبور بودند که یک چند روز معین را قضا بکنند. مطابق نظر اکثر علما پیش از آغاز کردن 6 روز روزه شوال آنها باید که اول روزهای قضایی خود را پر کنند. اگر خواهر مثلا باید که 7 روز قضایی خود را به جا آورد، پس او را میباید همگی 13 روز روزه بدارد، یعنی 7 جمع 6. از بس که پیامبر علیه السلام گفتند هر آن که در روزه ماه رمضانی خود 6 روز روزه ماه شوال را علاوه بکند، یعنی هر آن که حال روزهای قضایی خود را پر نکرده است، فرقش نه 7 روز باشد، 5 روز باشد یا 3 روز، او حال روزه رمضان را به انجام نرسانیده است. از این رو اگر ما روزهای قضایی داشته باشیم، پس باید که کمی کوشش زیادتر به خرج دهیم، زیرا که ما حال رمضان را خاتمه نداده ایم. یعنی نفری که 7 روز قضا کرده باشد رمضان را به انجام نرسانیده است. برای همین روزهای قضایی را در ماه شوال پر کند، اگر که 6 روز شوال را روزه داشتنی باشد. لیک اگر این 6 روز برایش اهمیتی مهمی نداشته باشد، پس این مسئله در شریعت آشکارا است. آنها می توانند که قضایی های خود را در دیگر روزهای سال پر کنند تا آمدن رمضان دیگر. لیک با این طرز آنها امکانیت به دست آوردن ثواب 1 ساله 6 روز روزه شوال را از دست می دهند. این یکی از یادآوری های بود که من به شما یادرسی کردن میخواستم برادران و خواهرانم. ولی از همه مهم آن است که این ماه را با انابت و طلب مغفرت گناه ها، یعنی توبه و استغفار خاتمه دهیم و درک بکنیم که قوا آزمایی ادامه دارد و بگذار الله به ما مدد کند تا اینکه در صف آنهایی باشیم که به دست آوردن تقواداری به الله با غیرتانه عبادت میکنند.